محبوسان زندان خوجند می‌خواستند آشوب برپا کنند. پرونده روزنامه‌نگار ذوقی‌بک سیدامینی به دادگاه رفته است. شرکت‌های ساختمانی روسیه مهاجران کاری از تاجیکستان را به اوکراین برای بازسازی شهر ماریوپول خراب شده می‌فرستند. رمضان قادیروف پرزیدنت چچنستان گنرال پالکوونیک شد. علیه 68 محبوس مؤسسه اصلاحی 3-3 شهر خوجند به اتهام آمادگی به آشوب و قصد کشتاری کارمندان مؤسسه اصلاحی پرونده باز شده، خود آنها به زندانهای دیگر انتقال یافته‌اند. در این باره رادیوی آزادی با تکیه به منابعش خبر داده نوشت که این محبوسان می‌خواستند به نشان شجاعت مذهبی خود شورش بردارند و آماده مرگ بودند. اما این عقیده هم جای دارد که آنها وضع خود را در محبس طاقت فرسا می‌دانستند. اما مقامات زیرربط تاجیکستان در این باره رسما چیزی نگفته‌اند. طبق اطلاع منبع قرار بوده است که اول ماه آگوست امسال شورش عملی گردد. در آخرهای ماه ایول مقامات زندان از این نقشه آگاه شده اند. بنابر گفته بعضی از کارمندان محبس، آنهایی که قصد آشوب داشتند با گناه عضویت در سازمانهای ممنوع از جمله جماعت موحدین، سازمانی نزدیک به داعش، به سالهای گوناگون محکوم شده بودند. آزادی از قول منابعش می نویسد به جز شهادت خود محبوسان دیگر دلیل برای اینکه آنها به آشوب و قتل زندانبانها آماده می شدند موجود نیست. این گمان هم در رفت تفتیش صدا داده که احتمال آشکار شدن نقشه آشوب ساختکاری به خاطر منصب گرفتن بعضی کارمندان مؤسسه اصلاحی باشد. در جریان تفتیشات پیشکی از گمانبران یگان دلیل شیعی یا اسناد تصدیق کننده نیافته‌اند. اکثر گمانبران هنگام بازپرسی اصرار ورزیدند که آنها در نتیجه شکنجه و آسیب سخت روانی در داخل بازداشتگاه این عیب را به گردن گرفته‌اند. پرونده ذوقی‌بک سیدامینی یکی از 4 روزنامه‌نگاری بازداشت شده به انجام رسیده برای محاکمه به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه ارسال شده است. مقامات تحقیق پرونده ذوقی‌بک سیدامینی 38 ساله را بر اساس قسم 2 ماده 307 نشانه 3 جنبست کرده میانه‌های ماه سپتامبر به دادگاه فرستاده‌اند. هنوز روزی مرافعه معلوم نیست و در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی هم روزی برگزاری آن را نگفته‌اند. به حبس یتیم و مادر ذوقی‌بک سیدامینی وقتی به قبول وزیر کارهای داخلی رفته است گفته‌اند که دیگر امکانی واخوری نیست چون پرونده به سود رفته است. ذوقی‌بک سیدامینی یکی از 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک است که یک روز پیش از عید قربان 8 ایول سال روان از جانب کارمندان مقامات انتظامی شهر وحدت بازداشت و دیرتر برای همکاری با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 گمانبر شده بود. خود او و نزدیکانش همیشه ارتباط یا همکاریش را با حزب و حرکت‌های ممنوع در تاجیکستان رد کرده اند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم میگوید هیچ کدام از روزنامه‌نگاران بازداشت شده با این حزب ارتباط نداشتند. شرکت‌های ساختمانی روسیه مهاجران کاری از تاجیکستان را به اوکراین برای بازسازی شهر ماریوپول خراب شده می‌فرستند. یک قطار شرکت‌های ساختمانی روسیه به مهاجران از تاجیکستان پیشنهاد کردند که برای کارهای برقرارسازی در ماریوپول رفته پول کار کنند. با آنهایی که برای کارهای ساختمانی در ماریوپول راضی شدند وعده شده است که ماهی از 130 تا 250 هزار روبل معاش می‌دهند. در برابر معاش بلند به مهاجران کاری منزل موقتی و 3 وقت خوراک رایگان وعده شده است. شماره دقیق شهروندان تاجیکستان که از روسیه به ماریوپول فرستاده شده‌اند معلوم نیست. یک مهاجر از شهر برناول روسیه به پیام گفت که چندی از شناس دوستانش حالا در دونیتسک به ساختمان مشغول هستند و او را نیز به آنجا دعوت کرده‌اند. خبرگزاری نستیاش وریمیا در این باره نوشت که یک شرکت ساختمانی با نام رستوراسیون به شهر خراب شده ولایت دونیتسک اوکراین که از جانب روسیه غصب شده است 110 کارگر فرستاده است که اکثر آنها تاجیکان بودند. عین حال حتی بعضی از میانروهای تاجیک نیز به ماریوپول بناکاران را جمع کرده می‌فرستند. این میانروها یا به اصطلاح پسرتنیک به شناسهایشان در منطقه های روسیه تماس گرفته برای جلب مهاجران کمک خواستند.
در روسیه طبق معلومات سازمان بین المللی مهاجرت حدود 1 میلیون نفر مهاجر از تاجیکستان کار میکنند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیروف رتبه گنرال پالکوونیک را داد. در این باره دیروز 5 اکتبر خود رمضان قادیروف در تلگرام کانالش خبر داده گفت که پوتین شخصا درباره دادن عنوان نوبتی به او خبر داده او را تبریک کرده است. Сегодня стал генерал-полковником за номером 709. Президент поздравил меня лично, и я даю слово, что я оправдаю доверие. Это для меня авансом. در همین حال این فرمان تا حال در وبسایت کرملین نشر نشده است و درباره دادن رتبه دیگر به قادیروف اطلاع نیست. گفتن است رمضان قادیروف ماه سپتامبر سال 2021 با اردنی برای خدمت وطن درجه 3 مکافاتانیده شده بود. سال 2006 قادیروف با اردن شهرت وطن درجه 4 مکافاتانیده شده است. با او سال 2003 اردن جسارت و سال 2015 اردن شرف، مدالی برای شجاعت حربی درجه 2 در سال 2000 و اردن قادیروف چچن در سال 2005 داده شده است. سال 2006 او عنوان قهرمانی روسیه را گرفت. سال 2020 باشد پوتین به قادیروف عنوان گنرال مایور گارد ملی را داد. علاوه بر این قادیروف دارای عنوانهای فخری کارمند شایسته تربیت جسمانی جمهوری چچنستان و بیناکاری شایسته جمهوری چچنستان می باشد.